من از شما بخشش پرسیدن میخواستم. استغفرالله، چی گپ شد؟ از روزی که به محله آمدید من به شما خوب رفتار نکرده بودم. واه خواهر جانکم، همه این ساخته بوده است و میفهمی، لیکن در کودکیت نشونین بودی. میزکی من خواهرکم تو رو با آغوش نگرفته خود رو چونین داشته ایستادم. اگر دونی نه جانم میشود خیلی چیزا. آیله پاره شده رو شما پیوست کردید دامولا. خدا از شما راضی باشد. استغفرالله، هیچ گپ نیست. ما هم از دست همون چیزی باید همون رو میکنیم. شما خوب هستید؟ یگان کمبودی نیست؟ سلامت باشید دامولا. شکر خدا. با اجازت شما من روم در بیمارخانه انتظارم. روز بخیر. روز بخیر. خواهر جانکی من، خاطر مشه خواهرم، از این پس در برم هیچگاه تنها نمیگذارم. سلام علیکم. سلام. علیکم السلام. من مسجد این محله رو میجویم. مسجد دورتر مونده مگجون، در دیگر طرف. اگر نماز خوندنی باشی وقت گذشت. من نمازم را خوندم. خدا قبول کنه. تشکر. من امامم. مرا از مفتیات اینجا تعیین کردند. ببخشید امک جون، من هم نفهمیدم. با اینجا تعیین شدم، گفته شما چی رو در نظر دارید؟ یگان جای نافهمیش نیست. من امام هستم و مسجد اینجا نو تعیین شدم. شما مسجد رو میدانید یا نمیدانید؟ مسجد؟ در مسجد چیکار میکنید؟ سبحان الله. من امام میگویم با مسجد میروم. تو میگویی که اینجا چیکار میکنی؟ اگر در کجا بودنش رو دانی بگو، میدانم. اگر ندانی وقتی مرا بهوده نگیر. آخر اگر دیگر کس میپرسم. نه مگر این خیلی میشود. من شما رو تو مسجد گفتم. اینطور باشد نرفتید. داملو، یعنی که شما در حقیقت امام هستید؟ ای دوستی عزیز، چند بار گویم من امام هستم. داملو، شما در حقیقت امام هستید؟ یا خدا توبه. او مگر امام ساخته هم میشود؟ رفتیم وقت کم. چی رو در نظر دارید؟ به نماز دیر ماندیم. هیچ نباشد برآمد جماعت را دریاب کنیم، با آنها شنا شویم. بیایید رفتیم. میرویم و فقط شما نمیرسیدید در اینجا. همیسو؟ این خیلی راست میرویم. کمی دور بود است. چی شد داماد؟ یا اینکه باز یگان عملیات نوی جنایتی برآمد چی؟ نه جناب، چرا این خیلی گفته؟ ندانم. یا خیلی جنبیده گویا از قفای قلتکلس میپری حالان که او وفات کرد. چه علاقه داره جناب؟ به خدا نمیدانم. اکنون آن کلتکلس اگر از قبرش خیستن نهایت، تو از اینجا به آنجا رفتن نمیتوانی. اگر خواهی تو را به آنجا روان میکنم. به من کهی نبیره تولد میکنید؟ بابا جون، ما رو در خجالت موندید. یگان جای شرمش نیست؟ آخر من خودی هستم. چقدر شد در این خانه به صدای کودک بسیار غمگینم. پیش از مردنم به من این خورسندی را هدیه میکنید؟
خدا نشان ندهد جناب. آمین خیر، دیگر غمگین نمیشوم. زهرا مرا رد نکرده آیله دار میشود. شما باشید اقلا همین خبر خوش را دیده؟ ها یک خانمان با صدای طفل هوای دیگر گیرد میگویم. اوه چرا ایستادیم؟ با خدا دوملا من آمیخته کردم این طرف بود یا اون طرف بود فراموش کردم. میلش برادر، تو نمیدانسته ای؟ از دیگر کس میپرسم. نه دوملا، من شما رو میبرم در این هوای بارانی تر نشویم، برای کوتاه رویم میگویم. این طرف بود. از من میپرسه؟ نپرسم. اگر من مسجد را میدانستم از تو مگر میپرسیدم. از برای نادانستنم از تو پرسیدم برادر. مالش دوملا، غضب نشوید. معلوم میشود که این خیلی سوال ها با شما معقول نیست. پس من هم دیگر نمیپرسم. بیایید با اون طرف. اونال چی مشکلی داری؟ عزیزم یکون مشکلی ندارم. تنها برای درباره کودک گپ زدن با باید کمی ناراحت شدم. کنی یک به چشمانم نگر. تو از من چیزی رو پنهان داری؟ تو چی درد داری؟ نه عزیزم، من یک درد دارم. میدم درد میکند. میده درد دارد؟ بله درد دارد. میگذرد گفتم اما هیچ نگذشت. یگون چیزی خورده تاثیر کرده باشد؟ بله شده میتواند. علاوه بر این گپ‌های بابایت هم تاثیر کرد. هم میگویی که میدم درد دارد، هم با بابایم سر و کار داری. نمیفهمم چی خیل سر و کار علی؟ چی خیل سر و کار؟ بین در حقیقت طاقت میکنم گفتم اما طاقت نکردم. من به یک داروخانه رفته دارو گیرم زود میآیم. میل سفسطه نگو. تشخیص نکرده چرا دارو میگیری؟ ای دارو برای میده تتراسیکلین. من یک داروخانه رفته زود میآیم. خاطر نشو. میآیم تتراسیکلین. این دردی میده نبود و خیر میبینیم چی میشود در آخر. این خیلی نمیشود. در تایی باران ماندیم. نه دوملا، و فکرم تو راه مسجد را نمیدانی. ایست از اینها میپرسم. نه دوملا، نپرسید که با سرتون درد میشود. چه درد میشود؟ تنها راه مسجد را میپرسم. شما نمیک رو نمیشناسید؟ نمیکش کی؟ نمیک دیوانه. نه دوملا، معلوم نکرده نگری در طرف روز بوده. نمیک دیوانه شوهر این دختر از شما حالا سراغم میپرسید اما او نمیفهمد. از یگونجا برآمده میآید و از مثلمون درد میشود. ای تو چه خیلی آدمی عجایب بوده ای برادرم. من امام هستم، سالم به جای رسیده است. آخر تنها راهی مسجد رو میپرسم. چرا به سرمان در شود؟ دوملا، یعنی شما آدم هستید. او آدم نیست. مقصدم این بود. آخر چرا مسجد رو میپرسید؟ من شما رو میبرم. آخر برده نمیتونی کو. حال میکنم دوملا، خواهش میکنم با من باور کنید. مرحمت. یا خوبه من یاری میده. الو لوین، از خفای کلتا کلاس هستی ها؟ چه خیل از خفای اون هستی؟ من حاضر میآیم. بلا میآید. ها استاد وقتی که روزدار باشی با درون دریا درای روزت میشکند مگر؟ یاد نمیرسید جیری. مگر این خیلی ثواب ها میشوند در وقت زمستون مگر با دریا میدروی؟ دوستی عزیزم، اگر از دهان و بینیت هنگام روزدار بودنت آب ندرآید به دریا درآمدن میتوانی، اما در وقت آبوزی درآمدنش ممکن. احتیاط کردن لازم. اکنون فهمیده ایجوری؟ فهمیدم. خدا از شما راضی باشد. از تو هم پسرم، خدا راضی باشد. من هم یک چیز پرسم. از من؟ بله. از اون نپرسید، از من پرسید. من با او میرسانم.
از خودش میپرسم. اگر از خودش پرسید خودش رو گم کردنش ممکن. مرحمت بپرسید مسجد کجاست؟ کدام مسجد رو در نظر دارید؟ مسجد محله را میپرسم. همین مسجد محله خودمو. بله. خودش را گم کرد. من شما رو گفته بودم که خودش رو گم میکنه. این خیلی ناگهانی سوال از او پرسی خودش رو گم میکنه، چون که عموما در اینجا فقط او سوال میپرسد. هجری جان، تو را من نمکت رو با مسجد میبرم. استادی نمک کیست؟ هجری حاضر وقتی سوال دادن نیست. در اصل با سوال هایت مرا پریشان کردی. نه استاد، مقصدم این نیست. در نزد شما مسجد محله من رو پرسید برای همین. هجری تو حاضر را بعدتر من با تو میفهمونم. مایلش شمک جان خیر. خوب مایلش در حقیقت خودش را گم کرد. السلام علیکم داملا. علیکم السلام. یا خدا، حالا مسجد نرفتم جماعت مرا انتظار بوده است. در یک نگاه داملا بودنم رو فهمیدم. با خدا داملا چی گویم، در رویتون نور نمایان است. به هر حال از این خود شخصی که زیباست زیبا میبیند. این زیباگی قلبی توست پسرم. رفتیم خیر، خونه خوردیم. میرویم داملا. خونه که اگر لیوینت اینجا باشد پس اونال هم در نزدیکی هاست. کلتکل زود یکان کار کردن در کار. راه گردید این رو بینه این چی کار میکنه؟ چون این به اینجا آمده است کمیسر رونال هم کمی پس می آید. دوست ما چی کار کرده ایستاده است؟ و سردار رفیق سردار چنجی است در اینجا چی میکوبه سردارم؟ یک گم شو از اینجا. چند مرتبه با تو گفتم من سردار نیستم، چرا مرا سردار میگویی؟ خیر چی گویم آقای پلیس گویم مثل امریکانسا میشود، تقلید میشود. سردارم گفتن گپ محلی خودمون است. ای دوستم با من هیچ چیز نگو، این حال من مشغول هستم، مانند تو بیکار نیستم. من در اجرای وظیفه ام. رو اینجا چیکار کردی اینجا؟ وظیفه در اجرای وظیفه ام میگویم. اگر تو تاجیکی رو نمیفهمی پینوینگی چی تو؟ و تا اول خطه دا اوینه نگاه کن. برای این سنگ و پرک با ما پینوینگ شده ما با خدا سر از رنگی کنی اتیورکا خطه یا با نگاه که دا اوینه یک کارگری کلون دولت خیمه بدونم که تو یکم کودکی یکم بیعقلی نخودم خیلی گپ زنی. دزدا در شهر میگردن و ملیسا در کوچه های تنگ. یک دقیقه تو چی گفتی؟ کوچه نه پیش از این اتیورکا. نه در بین این دو کلمه یک چیز دیگر گفتی. دزدا. ها دزدی شد. در کجا چه خیلی که این بفهمم؟ نه یکم دزدی نشده؟ شوکت دزدی شد یا نشد بگم؟ من یک دارم. ما بطر ملیسم دا اینجا. رفته؟ چرا سردارم؟ یه بیامان از پشت تو ما رو بگب گرفتیم، اونها گریختن. شما چرا در نظر داری؟ یه تو دیگر کار نداری، باید با تو همش رو شهر دیم. ها رو از اینجا گم شو. مایلش تو بشی همجا تخ کن. ما رفتیم. این دفعه سردارم ما رو عمیق میکوشه. انا آمدیم هیچ کی نسیم. آی مسجد در کجاست؟ برادر ها چو کستی؟ چیکار میکردیم شوکت؟ راه گشتید؟ ایدید کی ای؟ امام مسجد است. ای کدام مسجد؟ چه کدام مسجد خودم. همین مسجد تو؟ وظیفت هم میگیرم. شوکت با خدا روز گفتی خاموش هم. ای برادر صحبت رو یک طرف گذارید، صحبت رو بس کنید هر چیز زودتر، یا اینکه من خودم رفته میابم. داملا فقط سرزنی شوخی خیل نمیشود. لطفا خیل نکنید. میگویم که حرمت کنیم اما نشده. خیل حرمت سر ویران کردید. توپ داده بود به اینجا آوردید. آخر داملا من شما را نمیبرم نمیگویم که، لیکن شما هیچ مرا گوش نمیکنید. در کوچه پایان پلیس ها بودن، در کوچه بالا باشد راهسازان راه را تعمیر داشتن، گفتن که شما را برای کوتاه برم. اینطور باشد خدا تو روی. من چه کردم اما؟ ای تو مرا با کجا آوردی؟ این کجاست ای سرم؟ داملا آخری خیلی نمیشود. در حقیقت نمیشود. شما رو میبرم گفتم میبرم. اگر شما رفتن نخواهید آشکارا گویید، بهانه نکنید. سفسطه نگوی پسرم. سفسطه نگوی بس. لطفا من خودم میابم. بس اکنون بیزار شدم. آخر من خودم میابم. داملا دقت کنید. داملا آیسته. داملا شاکر داملا رو ماشین زد. ای برادر این رو ماشین مردکشک زد کو؟
برادر بیا بگریزیم. مگم دقت ده. خدا ندیدم. برادر تو چیکار کردی؟ پیشت رو نگاه کنی نمیشود. نیست گویا این آدم با تک زمین در اومده رفته باشد. من اکنون با سردارم چی میگویم ها؟ لبای شیف از خفای کلتکلس هستی ها؟ سردارم من راستی گپ از قفای کلتکلس نیستم. چی خیلی از خفای اون نیستی؟ سردارم با فکر من رای کلتکلس رو گم کردم. چی؟ این کاری کرده شو بین بی عقلی دیمونه. به همینم حال شد میشم کرد. با ماشین مرده کشک سوار شده. اما چه برای در این ماشین شیطان آدم جانشون فیدو میکنه. مانند دیوانه ها گپ نزن حاضر یک میزنم در بر دامولا خواب میروی. شوخی کردم. باشا شوخی کردم. قطعا نه شوخی کردم شما نه سریوز گپ زدم میشه. گذرونده سی وقت اخیر. شوکت مگر حالا جای شوخی کردنی است برادر؟ آخر من خودم رو گناهکار حس کرده ایستادم از پشت این آدم. برادر تو چرا از پشت همه خودت رو گناهکار میحسابی؟ این خودت رو چیکار میکنی؟ از این طرف را با اون طرف را گذاشتن و ناموخته باشه دامولای کلام ای بی تو میمرد چپ راست نگاه کنه. همین به عقل با چه دامولو میگه. خاموش شو. این دامولا راهی مسجد رو میجوز. من رو با دیگر راه بردم البته عیبی من است. محترم جماعت صفا را راست کنید که شیطان در بینمان ندراید. محترم جماعت خاطر رسان میکنم که برای پوره ساختن مناره مسجد در حولی مسجد خودی خیریه گذاشتید. خیریه هایتان را به آنجا گذارید. مسلمانان محترم صف کشید نماز را آغاز میکنیم. تمام دامولو سرش که صف کشیدیم. دامولو ما رو بشنوید. برادر مجبورش نکن بین حالش خوب است. شکر خدا که به گپ در اومد. اگر میمور چی میشید؟ یگان ضرری سخت نبینه شوکت. آدم سرش رو بسیار سخت زد. نه برادر چه ضرری سخت؟ بسیار انشالله مولا مردم دیر میمرن. انشالله. آژیلان یک کس را آورده. برادر شما خطا کردید او را به قبرستان برید. او بیمار است اما. بیمار است چی خیر؟ ای مرده کشک جوشید. برادر زود باشید نگاه کردن نیستید. آخر یگان زنبر بیاره. حاضر. توبه از پشتیمان شد. اگر من نمی بودم حالا این آدم با جماعتش نماز میخوند. بخشش لبای سلام بله حالا هم در وطنم هستم. بله احوالت خوب است؟ تو چیا میگویی؟ در وطنت هستی و ما مگر در غریبیم؟ راست میگویی دوستم. دوستم پوستم گفتن را یک سو گذار. تا من گوی که تو پول رو تیار کردی یا نه؟ بله کارشون رو حل کردم. ای کودک میگیرم مانم بازی نکن که تو را نابود میکنم. خواطر نشو. چی خواطر شوم؟ مرده حال میکنی. مایلش خیر تو بازی دوستم. تو بازید. بای تو بازید. سمی من با بانک گپ زدم. خواطر نشو در دوام یک دو روز چه خیلی که گپ زدیم پول به دستت میرسد. بسیار مینتون. اما مینتداری نکن خفه میشم. بسیار یاردم کلان میکنی. اگر تو نمی بودی آن مالها رو به دست آورده نمیتوانستم. این خوبیت رو اصلا فراموش نمیکنم. ببین باز هم فکر کرده ایستاده. دامولو زیا یگون گپ نمیگوید؟ نه چه علاقه دارد؟ او از پاشا فیلم سازد که از همین سبب گفتم. چه خیلی یعنی دیگر خیلی فهمیدنش ممکن است. آخر در نتیجه یک شخص دیندار است اما سخت رو رشک میکند. نه زیا جانی من بسیار شخصی میفهمیدگی است. بسیار دورندش است. این خیل دامولای مسجد. حالا آنکه من حالا هم نفهمیدم که چرا با دامولای مسجد تو اویله دار میشوی اما با فکرم این شخص رو بسیار دوست میدارد. یعنی من برای هر دیتون شدم. همین خیر؟ از کجا فهمیدی؟
ба ту бисёр рашк мекунад. Шахсе ки дӯст медорад рашк мекунад. туро рашк мекунӣ? домуло зиёро дӯст медорӣ? гӯш кун, бисёр хуштолӣ ҳастӣ. ту бо шахсе ки туро дӯст медорад оиладор мешавӣ, аммо ту мегӯӣ ки ӯ дурандеш аст. ба фикри ман каме кӯнапар аст, рашккун аст. эҳтиёт шав. яъне барои ин мегӯям, дар байни мо ҳолати қарздорӣ аст ки агар инро фаҳмад ягон мушкиле мешавад. барои ин мепурсам. не чаро мушкил шавад? зиё ин хел кор намекунад. каме роҳат кардам. яъне агар дар байни мо ягон мушкилӣ шавад, аз ҳама зиёд ман ғамгин мешавам. ту роҳат бош самиҷон, мушкиле нест. мебинӣ чӣ хел пичир када гап мезананд? хайр чӣ кор аз дастам меояд? рав ба назди сами рав, ӯро танҳо нагузор. зуҳроро намебинӣ чӣ хел кор мекунад? модар, ба зуҳрораш кунама? якчанд моҳ баъд оиладор мешавад. гуфта намешавад азизам. мегӯянд ку келин ба аст нишастааст ё насиб гуфтааст. пагоҳчӣ шуданашро кӣ медонад? агар муносибати зуҳрову зиё вайрон шавад, зуҳроро кӣ ором мекунад? аз дарди ишқ қалби шикастаи зуҳроро сами магар танҳо мегузорад? гӯш кун, ба ту мегӯям, муносибати зуҳрову зиё бо издивоҷ охир намеёбад. чӣ хеле ки ногаҳони оғоз ёфт, ҳамон хел ба охир мерасад. инро фикр кун. оғои доктор, аҳволи домуло хуб аст? шукри худо ки ҳособи вазми надидааст. як-ду рӯз дар ин ҷо барои эҳтиёт мехобонем ӯро. фаҳмо, раҳмат. саломат бошед. домуло, ба роҳат хоб равед. иншоаллоҳ ҷамоат беимом намемонад. бародар биё барем. рафтаем. рӯзаш нафурид. амакам дар куҷост? хуб, яъне амакатон хатарро пушти сар кардааст. танҳо аз чӣ? аз чӣ сотка дошта? аз барои эҳтиёт як-ду рӯз хоб мекунанд ӯро. шумо кӣ ҳастед? ман аз кумитаи дин як дӯсти амакатон ҳастам. майлаш, худо шифо дад. чӣ хел гум мекунӣ калтакеласро? чӣ хел гум мекунӣ? сардорам виҷдони инсоним гумуш кардам, якбора нопадид шидам. аҳмақ, ҳозир ман туро чунон гум мекунам ки худатро намеёбӣ. азизам, як дорухона дар он зуд меояд. сардорам ба хайр бошад. барои чӣ дору мегирӣ? сари туро мекафонам, барои ҳамин бинт мегирам. барои ту. сағирай сардор бахти, сағирай. дар ҳақиқат ҳамин хел буд? қасам мехӯрам ки монанди фаҳмондагиам буд. бай ширини ман бисёр инро нағз мебинам. бароятон як лаган ширинӣ фармоиш додам. ман хӯрда наметонам. шумо хӯред, ба шумо иштиҳои том. фикри хуб кардед падарҷон, хеле шуд ки нахӯрда будем. ош шавад. бисёр маъқул шуд. зуҳроҷон, ту инро бихӯр. табақи ман хурд аст. маълум ба наздики келин мешавӣ. ба шаклат диққат додан лозим. ба ин зебогӣ қаймоқ бингарида. дар хориҷа аз хӯрдани хӯрокҳои аврупоӣ маззаи инро фаромӯш кардам. булбулро ба қафаси тиллоӣ гузоштанд. боз ҳам ватанам гуфтааст, ҳамин хел не? дар ҳақиқат ин хел вақте намеёбӣ ки корҳоятро тамом кунӣ, муҳаббати ватан ҳеҷ ба охир намерасад. хӯрокҳои ин ҷо басо дигаргун мебошанд. мисолаш ширини аз каду. охир дар он ҷо инро ба кӣ фармоиш медиҳӣ? ин хел нест ҳамиҷон. дар он ҷо ҳам каду ҳаст. чунин ширинро дар ҳамон ҷо ҳам пухта мешавад. касе ки хоҳад пухта мехӯрад. карда мешавад, магар ин қадар болаззат мешавад? мешавад? намешавад. мешавад? намешавад. намешавад. яъне обе ки дар он ҷо менӯшӣ ягон мазза надорад. боду ҳавои кишвар дигар аст писарам. вақте ки бори аввал рафтам, аз нафаскашӣ мушкиле кашидам. ба духтур рафтам, ташхис кард, гуфт ки ҷигарҳояш зарар надиданд. аз сабаби боду ҳаво, яъне баданам дар он ҷо зистанро қабул дораду аммо рӯҳам дар он ҷо зистанро қабул намекардааст. ин бошад ба психологияи мушкилии нафаскашӣ сабаб мешудааст. бале.
اینقدر عجیبه؟ پسیخولوژی انسان خودش عجیب ملیس جان بسیار آمیخته یعنی پسرم مدام که اینقدر عذاب کشیدی پیشتر می اومدی آخر اما که اکرم صبر کردم برای کار برای زندگی برای نان مثلا حاضر به کاری نو تکلیف شدم اما با عقلم قبول دارم اما روحم هیچ به آنجا نرو میگوید پس تو هم قبول کن پسرم مدام که سلامتی روحت ویران می شود پیش از همه سلامتی باشد ها چی کار کردنم رو نمیدونم اما جان من در اینجا با چی کار میویم ای برادر امی زنکو ده بسیار نوزکاری آرام شو خی چخیل آرام شوم شوکت ها چخیل آرام شوم از 4 طرف مشکلی دارم خواهرم در اینجا در پیش چشمم است لیکن با او این رو گفتن نمیتوانم حیران ماندم با خدا زهره رو دوست میدارم روبرو شده ای دختر من تو رو دوست میدارم گفتن نمیتوانم همه مشکلی ها یک طرف باز این دامولا برآمد این آدم باشد از پشت من در بیمارخانه خواب است ای برای یک مویسفه چی قزیق میشوی آدم همه خز زندگی میکنه بس شه ببین خواهرت در چه قدر مسافه نزدیک است شکر گویی نعمتت افزون شود گر نگویی خواهرت باز گم شود همین خیلی با فکر من تو ینگه زهرا را سرهوی نمو همین سمی از کو مثل کامیره های شهری به خطر فقط طرف زهرا نگاه میکنند به حیا شوکت من تو رو چرا در نزد زهرا رونان نگذاشتم برای او را پاسخ کردن ها آقای کلتکلس از شما عذر میپرسم من روزی در روز خطی تو هستم کو در یک روز در 2 جا بودن رفتم شوکت ها باز کجا این سمی بسیار خطرناک است و شر شدن لازم با خانه رفته کمی در اونجا گردیم میگویی بترسانیمش اینا بچه اوستاو خنده غلطون دی او بولای اینها را یک طرف گذار اکای احمد زنده باشی سردارم انا خواهر کلتکلسی مشهور تقریبا 20-25 ساله دختری کودکانه ولی شونه کدری خیرت که گفتی نمیدونستم میدونم در نزدی او گم میزنم دهانت رو نکشای سلام علیکم خوش آمدی داماد جان خوش باشید خوش آمدی خوش آمدی عزیزم بیا خوش باشید جانم خوش آمده دومولوزیو خوش باشید سمی جان زهرا باید با شوهر شونده‌اش باشد شما با ملیس به بیرون برآمده یک سیر و گشت کنید میشود کمی پس میبریم ببخشید لبه سیلین جان زهرا جان تمام حساب ها باز آموخته شدن 2 مشتری چک خواستم باید به آنها دهم اما جستجو دارم از هیچ کجا نمیابم میلش جانم آرام شو من حاضر میآیم چی شده است؟ در کارخانه باز تمام حسابات ها آمیخته شده است به زمین این 2 چک دیگر گم نمیدونم یکم منیجر خوب پیدا نکردم خیر چی میشود اکنون؟ سیلین بسیار عصبی شده است در کارخانه خودش تنها رفته به او یاردم دهم دامولازیا هم با تو رود تنها نرو چون که خواطری میشوم دامولا یک جای روید البته جناب مشکلی نیست پس ما میبریم من هم با شما میروم یکی شما از اونجا به یکون جای دیگر میروید بسیار خوب میشود شاید یک جای درباره کار هم صحبت میکنید کار؟ بله تو مگر نگفتی که به خارج رفتن نمیخواهم بین همش خوب میشود کارهایت آهسته آهسته برار میگیرند چی خیلی کار بابا جان من نفهمیدم کمی پیش تو نگفتی که یاردمچی عهده بران نیافتیم مگر از سمی دیده یکون کسی باورناک رو میابی بین آدمی میخواستگت به رو بروید شرکت را به این کس این را به شرکت سپار تا که شرکت را به هوا برد راستی من نمیدونستم حالا در اینجا موندنم رو قرار ندادم اما نه سمی جان این فکر عالی جناب است زود این را قبول کن
بله امک جان. سمی چرا ما این را پیشتر فکر نکردیم و خیر؟ بسیار عالی جناب می شود. خدا شکر این رو بین مانندگانه با همه می چسبد. یگان کار کردن لازم. در همه وقت روز در برک زهرا می شوم. هنگامی سرت رو به هر طرف گرداندن اول زهرا رو بعد من رو می بینی. نمی شود امکان ندارد زهرا رو با شخصی مثل تو فریبگر در یک کارخانه تنها گذاشتن. از رشک زیاده بکفی داملا. خیر رفتیم نباشد. من هم میایم. یعنی اول به آفیس بدویم بعد به یکان جای دیگر میرویم. میلش می شود. تیار شوید میرویم. من آماده هستم. من تیار شده میایم. تو چی درد داره میدونم اما چی؟ میابم تو خاطر نشه. زهرا تو رو نه زاغسی ها رو دوست میدارد اما چرا با تو اویله دار میشود؟ آخر من فهمیده بودم که زهرا تو رو دوست نمیدارد. در تو چیز پنهان است. داملا زیار نیافتم اما خاطر نشو میابم. مادر چیکار میکنید؟ اکنون شما لباسم رو انتخاب میکنید؟ بله یعنی تو وقتی که این خیلی زیبا نمیپوشی من انتخاب نمیکنم. یعنی من نمیفهمم این قدر لباس های قیمت رو تو چطور انتخاب میکنی؟ البته این هم قابلیت است. ای مادر شما چیکار کرده ایستادید؟ وقتی ما رو میگیرید آخر اونها ما رو در بیرون منتظرن. چی خیلی وقتی تو رو گرفته ایستادم؟ من برای خوبی تو گفته ایستادم. بین حال و هم دقت سمی رو به خود جلب کرده نتوانستی. از زهرا کنده نمیشه. چیکار کنم مادر؟ سمی رو نگاه کند گفته جدایشون کنم. تو جدایش میکنی با نگاه هایم اما با نگاه های خالی نه. یعنی سلاح مهمی زن یک نگاهی اوست. یک نگاه میکنی به دست میاری. باید نگاهت هم دعوت میکنی و هم به خود او رو میگیری. باز نشود که سستی کنی. در وقتهای تنهایی مانده رفتارهای دختری شرمگینت را از دست نده. کمی ناز کن، کمی شرمگین شو. مادر از سمی چی سوا شرم کنم؟ شرم نکنی. تو را دختری عیش پرست فکر میکنم. یعنی زن گفته آنه را میگویند که مرد را به حسیات میارد. مادر این چیزهای کهنه گذشتن. گذشتن میگوید کهنه بوده است. گوش کن چی میگوید. زن باید مانند آب شود. نه به نوشیدن نه به ننوشیدن دل قرار گیرد. فکر کن کنی فکر کن. نه به نوشیدن نه به ننوشیدن این چی معنا دارده؟ خانم زهرا ما رو خطا نفهمیدیم. یعنی این سمی در خانه با شما و هم در کار با شما یک جو. یعنی 7 روز 24 ساعت در بر شما می شود. من نفهمیدم. داملا به فکر من خودم را به شما فهمانده نتوانسته ایستادم. چند بار گفتم که بین من و سمی یگان چیز نیست. ما با هم دیگر با چشم بد نگاه نمی کنیم. برای شما رو قانع کردن چیکار کنم که میفهمید؟ با آواز بلند فریاد زنم، داد زنم؟ باور میکنید؟ با خدا خانم زهرا تا وقتی که این سمی در بر شما میگردد. داملا یک چیز پرسم ممکن است؟ شما به من رشک میکنید؟ رشک کردن؟ چه رشک خانم زهرا؟ این خیلی گپ نیست. چند بار این رو با شما گفتم. من در محله داملا هستم. یعنی نمیخوام که انسان ها از قفای من خندن. درد من این است. بس آخر بس. من هم همینقدر صبر میکنم. داملا باشی داملاگیت رو کن. خیر فهمیدیم که داملای جماعت بوده ای. بچی به سرمو بلا شدی. این خودش چی گپ است؟ تو چی خیلی داملا هستی؟ در حیات من این خیلی داملای رقاص را ندیده بودم. تو یگاه هیله داری. خانم زهرا لطفاً. خانم زهرا لطفاً. من همین خیل کردم. من همین خیل کردم. بله همین خیل کردی عزیزم. خانم زهرا لطفاً بس آخر. صبر من هم تا جایی بودگیست. یک خوبی کردی به سرمون پر آمدی. خوبی کردت رو هم خودت رو هم آدم شم. فهمیدی؟ میگویم آدم شم زیا. مالش منش دملا. تا این دم کمی به اهمیت بودم اما من بعد احتیاط می شدم.
لیکن از این پس در این باره دیگر گپ نمیزنیم مایلش. تشکر. ممکن تخمین کردید که آمده ایم تا اینکه درباره اکاتون گپ زنیم. شما اکم را یافتید؟ متاسفم. شما را بهوده خواطر کردیم، اما او را میابیم. زیغ نشوید. خدایا التجا میکنم، خواهش میکنم، التجا میکنم او را یابید. میابیم. خواطر نشوید. گوش کنید. خانم بتون، در این خیل حالت ها هنگام طرف های دیگر را جستجو کردن یا مانند شما با واسطه پلیس جستجو میکنند و یا از گرد و اطراف پرسپوس کرده جستجو میکنند. اگر شما را یابد مطلقا، اما حتما پیش از همه به ما آمده خبر دهید. دیگر هیچ چیز نمیخوام. در این دنیا تنها آرزوی یافتن او را دارم. البته خبر میدهم. ما وقت شما را نگرفته اجازت میپرسیم. برای آمدنتان رحمت. سلامت باشید. خواهش میکنیم. نمیداند که او کیست. کلت کلاس خودش را شناس نکرده است. گوش کن. تو هم درباره کلت کلاس و هم زاغسی ها سفسطه نگوی. باید شناس نامش را مخفی نگاه داریم. جواب ده گون. سردارم گفته که دهانم را نکشم. با کجام که بزنم اکا؟ تو میدانی تو آدمی نمونوی بوده ای. در این دنیا مانند تو هیچ کس نیست. دویمش را ندیدم. اگر بینم سرم را میبرم. سردارم تشکر زیاد. دستت را گیر. من یک تویم. زهرا جان، پیشتر هم گفته بودم، باز میگویم که کارخانه معماری تنها و تنها اینقدر زیبا میشود. یعنی در حقیقت بسیار جالب است. تشکر زیاد سمی جان، اما این را با سیلین یک جا آرا دادیم. سیلین تو رو تبرین نکردم، گفته باز خفه نشوی. چرا خفه شوم آخر؟ یعنی قسم زیادی آرایش به من تعلق داشت. از تو سمی جان همه تبریکات رو قبول دارم. نه به خدا غمگینم زهرا جان. هنگامی در مکتب بودنمون همه چی رو از من رو بردور میکردی. تو اومدی تایور. با آرایشای کرده من نامت رو نوشته با معلم نمیدادی مگر؟ دختران از پشت من شده جنگ نکنید. این رو بین چخیل هیله کرده ایستاده است. این دیوانه رو هر کارش هیله است، اما من در بزنم. سمی عزیزم، دختران زیبا رو بینگریده. تو خوب هستی؟ آمدنت رو از زهرا فهمیده زود به زیارتت آمدن خواستیم. چقدر شما رو یاد کردم، بسیار هم زیبا شده اید. چشم نرسد. تشکر عزیزم. تو هم هیچ تغییر نیفته ای، باز هم زیباتر شده ای ها؟ باز هم خطرناکتر شده است. دخترها مرا اینقدر تعریف نکنید، از خود دارم باز. نه دوستم، نه، مجازم قبول نمی کند. من به این حریف هجوم میکنم. زهرا، تو مگر فاتحه شده ای چی؟ که شدی؟ بسیار ناگهانی شد. خفه نشوید. شما را دعوت کردن نتوانستم. باورم نمی آید. چی شد دیلیس؟ آخر بسیار خرسند شدم. یعنی از وقتی مکتب شما با یک دیگر بسیار میزیبیدید. تبریک میکنم. سمی، زهرا، با شما خوشبختی خواهانم. چی شده ایستاده است؟ متاسفانه دخترها، من کمی دیر موندم. زهرا رو دیگر که صاحب شد. نفهمیدم. چه خیلی دیر موندی؟ شوخی میکنی؟ وای کیست؟ داملازیا. داملازیا؟ او کی بوده است؟ داملازیا؟ شناس شوید؟ فاتحه شده زهرا. این حال در مسجد محله‌مون داملا میباشد. چه خیر. ای بس آخر سمی خیلی شوخی نکن.
شوخی نمیکنم. چه خیلی یعنی؟ این خیلی نمیشود. شوخی نیست؟ چی شد؟ معقول نشدم آجینه ها؟ اینها هم معقول نشدن با من. اینها از ذات صمیمی باشن. با شما هم با میخوریم بنابرای استید شما. با خدا عجایبه دخترها. زهرای ما قرار داده است که با داملای مسجد اویله‌دار میشده است. با خدا این قوه عشق است. خیر نباشد سمی از ما است. باز بخیلی نکنی زهره جان. بخیر است داملا. زهره جان خدا به مرادت رساند. داملا برای تبریک کردن اجازت هست؟ اینقدر هم نه. برای این مگر از او اجازت میپرسی؟ نه اجازت گیر. باز دعایش تو را نگیرد. من خیلی آموش گیرم دعایش بگیرده باشد. دعای من آدم رو اون خیلی نه این خیلی میگیره. سراویلون کردی کدک. بینیم چه شد؟ داملا چی کار میکنی؟ داملا چی کار کردی؟ با تو چی؟ گپ نزن زهرا. چی کار کردم داملا؟ یا خدایا تو در نزد این دو عجینه حتی مرا پشتیبانی نکردی باز گپ میزنی. از این پس در فاتحه من نیستی. دیدم چه خیلی آدم بوده ای. داملا این خیلی نکنید مرا تنها نگذاره. التجا میکنم مرا تنها نگذاره. خندید چه خیلی گفتن آخری خندگیری است. سمی جان کمی ناراحت شدم. با بیرون نبریم ها؟ با خدا سردار اجازه دهد بر اومده سیر و گشت میکنیم عزیزم. چه سردار؟ تو نمیدونی من در اینجا کار میکنم. زهرا سرداری من است. بسیار مجبور کرد من باشم قبول کردم. آخر این خیلی سرداری زیبا رو در کجا میابی؟ اگر او اجازت ندهد به یگان جا رفتن نمیتوانی. سفسطه نگوی سمی. پگاه کار آغاز میکنی؟ چی کاری میخواهید حالا کردن گیرید؟ ملیس جان با کجا میروی؟ سرم کمی درد دارد. به خانه روم میلش. زهرا این کار چی خیل شد؟ یا که تو خود را با او بخشدی چی؟ لیکن بسیار شخصی زیبا بوده است. احتیاط کن باز از دستت نگیرد. بیار از زاغی سیاه یگان خبر هست؟ نه سردار زهرا را تعقیب کردم او را ندیدم. این گوی مکنی را بینا او را ندیدم. از چنگیز احمقش خلاص شدم. حالا باشد اینش برآمد. آخر خانم زهرا باید در راهش راست رود. این خیل نمی شود. فاتحه شده ای داملا زیاه است. باید این خیل حرکت کند. آخر شرم میکنم ای برادر، شرم میکنم. 24 ساعت از تعقیب کناندن فاتحه شده ای داملای بزرگ شرم میکنم. آخر شرم. اما میدانم اینها همش از پشت آن زاغی سیاه است.
شما باید بدانید که داملا زیا با من چقدر آدمی قدردان است. کسی با او حیله میکند، با من حیله کرده است. همین خیل نمیک؟ بله اکا راست میگویی. ای بالا زنم تو داملا زیا با وحیمه هایش او را اولیا میکند آخی. اولیا زیا را باید زیارت نماییم. چقدر شد که زیارت نکرده ایم. عیب شد. شاید در موضوع فاتحه شدهش او را هشدار میکنیم، اما چه خیل کردن امان را نمیدانم. احتیاط کردن لازم نمیشود. ملیس چی شد؟ این چی حال است؟ سمی با زورو یک جای کار میکند. اگر احتمالی با زورو عاشق شدن سمی نباشد، انیا با عاشق میشود. السلام دختر، السلام. در طرف ما صبح شده است، تو باشی نو از خوابت میخیزی. آخر برای کارو قبول نکردنی سمی فشار میآوردی. با زهرا کار کردن بسیار مشکل است میگفتی. یگان کار نکردی ملیس. بیهوده است مادر، ما بیهوده کار کرده ایستاده مادر. سمی با من یگان حس یاد ندارد. او زهرا را حتی از جانش هم زیادتر دوست میدارد. چی کار کنیم؟ نشسته که زهرا داملا رو ترک کرده با سمی دل بستنش رو نگریم ها؟ خیز افتت رو به ترتیب درار. زود سمی تو رو با این حال نبیند. خیز مادر مرا راحت گذار. سمی به من هیچ دل نمیبندد. مرا بیهوده امیدوار نکن. ملیس جانکم آرام شو. تو کمی غضب داری، از همین سبب این خیل میگویی. بگذار سمی با زهرا کار کردن گیرد. تو قوت رو از دست نده. زود امکان رو به زهرا نده. آخر چی فرق دارد؟ سمی او را دوست دارد. یعنی مگر با او خانه دار شود بد است؟ مادر این کارو کردن نمیتوانم، نمیشود. بسیار مانده شدم. از پشت سمی دویدن بسیار مانده شدم. نوعهده برای بیعقل. تو همون قدر بیعقل هستی که میخواهی سمی با دیگر کس خانه دار شود. بس از خاموشم. تو از زانی که حیاتت رو به زهرا میدهی بیزار نشدی ها؟ تمامی حیاتت رو به زهرا دادی، حالا باشد سمی رو به زهرا میدهی. به تو فرق ندارد. باورم نمیآید. آخر باورم نمیآید. یگانه دختر دارم، او هم باشد به من نیبو با پدری تنبلش رفته است. باورم نمیآید. زهرا این چی کاری کرده بود؟ پشت من رو در نزد آنها هیچ نگرفته تنها گذاشتی. سلام علیکم حاجی زیا. سلام. بیا دست مبارکتان را بوسه کنم. با خدا نمی ارزد و اما خوب هستی داملا؟ خوبم. شما چی خیلی آقای کنعان؟ من خوب هستم. شما خوب نمی نماید داملا. یکان کس غم می دهد؟ نه جناب، کمی خستگی گویه می شود. دیگر خوب هستم. چه؟ من ای برادر در روی این ذات مبارک چیل گویم؟ فاتحه شده شما بازاقی سیاه میگردد. این رو چیل گویم ها؟ داملا برای سلام دادن آمده بودم. در حق ما دعا کنید داملا. احتیاج داریم داملا. میکنیم. رفتیم. این کنعان دیوانه حتی مرا از زهرا بسیارتر فکر میکند. خدا توبه. یا خدا چرا این رفت؟ ملیس بابایم در کجاست عزیزم؟ بابایم رو چرا میپرسی؟ تو خوب هستی؟ از پشت تو شده. تو چی میگویی؟ نفهمیدم. برای با دیگران خوب شدن نمیفهمی زهرا. ملیس تو میدونی که امروز در کارخانه چی رخ داد؟ من بسیار مانده شدم. میدونم. تو یاردم چه گرفتی کو؟ دیگر مانده نمیشوی. امیدوارم، اما این حیات است، مشکلی زیاد داره. از همه چی شکایت کرده میستی. همه چی از آن توست، اما تو هیچ شکرگزار نیستی. چی ها از آن من بود است؟ این خونه، این حیات، محبتی بابایم، همش از آن تو. اما بسی نمیکند زهرا. ملیس تو چی میگویی؟ چی سبسته گفته ایستاده؟ حالا که من هیچ چیز ندارم، نه محبتی بابایم، نه حرمتی مادرم. بعد سالهای طولانی شخصی برآمد که با من ساز گرفت، تو باشی آن را هم از دست من گرفته ایستاده ای. ملیس سبسته نگوی. البته سبسته میگویم. ملیس سبسته میگوید چون که ملیس به عقل است. کیست تو ها؟
برای احمق بودنم همه چی رو از دستم میگیره ده؟ میبخشی و من چی رو از دست تو گرفته ایستادم؟ سمیرو. سمیرو؟ بس نیست؟ ملیس چی گفتنت رو اهمیت بده، فهمیدی؟ از حد گذرانده ایستاده ای. از حد گذرانده ایستاده من؟ تو مگر میدونی که از حد گذراندن چی معنا دارد؟ به نزدیکی با دامولو اولادور میشوی اما هوش در دیگر جا است. بیچاره دامولوزیو، اینقدر بد اخلاق بودنت رو اگر میدونیست. ملیس به تو گفته ایستادم از حد نگذران. دامولوزیو، زاغیسیو، سمی، چه زیبا سه آدم در یک وقت. اگر پدر و مادرت زنده بودند به این حال نمیرسیدی. پدر و مادرم رو به دهان نگیر. خودت رو کی فکر میکنی؟ بگذار مادر، حیات به سری وزینی رو آورد است آخر. من به تو چی کردم که با من چنین رفتار میکنی؟ چی گپ است؟ چی قبو میبرداره؟ باز جنگ کردید ها؟ چی شد میدونی؟ زهرا ملیس رو با شپلق زد. زهرا راست است؟ اینجا چی گپ است؟ زهرا؟ چرا گریه میکنی؟ او خوب است، او بسیار خوب است آقای اکرم. دختری من بد است. نبراتون دختری مرا با شپلق زد آخر. این چه احمقی است، این چه بد اخلاقی است. دخترم راست است؟ گپ زن دخترم. اصلا گپ زدن نمیتواند بابا جون. این نبیره دوستداری شما، نبیره که به نزدیکی با دامولوزی و اولادور میشود. دامولو را فریب داده خوشی گوشش در دیگر جا است. تو چی گفتنت را فکر کرده ایستاده ای ها؟ بس از آخر خاموش شو. چی کار میکنی؟ باز میزنی ها؟ دم تبی که حیوان. بس است. ملیس تو مرا بسیار در حیرت گذاشته، غمگین کردی. زود از زهرا بخشش بپرس. باز من از زهرا عذر پرسم؟ او به سری من دست برداشت، او من رو به شلاق زد. یعنی من گناهکارم. برای چه همه وقت شما او را پشتیبانی میکنید؟ یگان کس با ناموس نبیره من بازی کردن نمیتواند. تو هم مگر نبیره شما رو یگان کس شلاق زده میتواند؟ اون نبیره شما از من هم. چرا او را پشتیبانی میکنید؟ چی من نبیره اوگای هستم؟ دخترم رو به چه حال آورده ده؟ در این سالش او را کسلی روحی کردید. حیف بر شما. باید شپلق نمیزدی زهرا. سال حیف به تو. ملیس درو کشو. مادر مرا راحت بذار، رو از اینجا. ملیس این خیل نکن، درو کشو عزیزکم. مادر رو از اینجا نمیخواهم. ملیس تو رو از اینجا، من با او صحبت میکنم. مادر بیرم. ملیس در رو کشو، در رو کشو. ملیس کاش که چی خیلی که به زهرا محبت دارم به تو و حالی این خیل محبت می داشتم. تو می دانی زهرا در خردسالی یتیم و بیپرستار ماند. او به محبت من بسیار احتیاج داشت. خودت فکر کن، مادرت در هر حالت در برت است. پدر داری که تو را از جانشان بسیارتر دوست می دارد. از سببی که او محبت پدر و مادر را ندید، من او را خوبتر نگاه و بین می کردم. باید او را پشتیبانی می کردم. می فهمی؟ از همین سبب، از آنی که عائله‌ام را دوست نداشتم، با او بسیارتر سر و کار گرفتم.
نیلیسم تو هم یگانه نبیره من هستی تو یکتای من هستی جان من بابا جان جانم کنی گریه را بس کن دختری کلان شده ای مانند کودکان گریه میکنی تو را هم خانه دار کنم بابا بله بسیار خوب میشده هر دو نبیرم را در یک روز با لباس های عروسی دیدم زارو با دومولوزی اولادار میشد ها بابا جان البته اولادار میشد من توی آنها را ندیده تو را هم اولادار نکرده به خدا از اینجا به آنجا نمیرم برای زهرا جان در این دنیا به غیر از داملازیا شخصی موافق نیست جانکم شیری نکم بابا جان گریه نکن هیچ نمیزی بد همه وقت خندان باش میلش بابا جان من در کجایم؟ با من چی شد؟ با صدمه دوچار شدید خانه باشه در بیمارخانه اید 40 صدمه؟ چرا من خبر ندارم؟ من باید روم جماعت مرا انتظار است جناب با این حال رفته نمیتوانید جماعت مرا انتظار است جناب رفته نمیتوانید من حتما باید روم جماعت مرا انتظار است جماعت انتظار است ای زهرا نه قدرم و نه قیمتم خواهر عزیزم مرحمت دومولو سلام خانم نشستن ممکن؟ البته شینید مرحمت شینید دومولو احوالتون چی؟ تشکر خانم برا خدا چی شکر خدا چی خیلی که دیده ایستاده دومولو نه چویدم کردم مینوشید مایلش بیارید بتول برای تو هم بیارم اگر زحمت نشود سرل جان با چای از شیرینی ها هم بیار اوه چه مهمان داری رحمت کلان خانم بتول در حقیقت بسیار خوشحالی می باشید چی دانم مادرتون خاله خاندانتون یعنی در دنیا با آدمان دوستدارمان بودن بسیار خوش هستن من یک اکا دارم اکا داری؟ من نمیدونستم در حقیقت نمیدونستم اکام سالهاست او را می جویم در جستجوی او هستم چه گویم امیدوارم یکدیگر رو میابید انشالله سیوال کمی بچه‌تون رو میارم تو چی کار میکنی در اینجا؟ من به تو نگفتم که مرا ناراحت نکن آخر تو چرا گپم را نمیفهمی؟ اما این خیلی نکو سیوال این خیلی نکو سیوال من بسیار تو رو دوست میدارم انا من برای تو تحفه گرفتم چه خیلی توفه
سپچکای کیلویی؟ توفه از سرت ماند. این خیلی نمیشود. من برای تو تحفه قیمتبها گرفتم که مناسبت آموزساز شود. تو تحفه رو گرفته در زمین پرداختی. تو همسر من هستی. چخل همسر احمق. ما جدا شدیم، این رو به سر غفلت جای کن. جدا شدیم. من تو رو دو طلاق کردم فهمیدی؟ فراموش مکن. یک طلاق دیگه موندگه. تو همسر من هستی. بکشی خدا دیگه طلاق نمیکنی فهمیدی؟ من وقتی لق کردن رو ندارم. چی گفت؟ لق گفت؟ من لق میکردم؟ خدا تو رو زبالستان کسی بزنه خدا بزنه. دیگر بلند رو برو نشم. مسجد هزاران بار شکر خدایا یافتنش آسان بوده است. خدا از آن مردی که به من راه را نشان داد راضی باشد. ای مردی فریبگر منو فریب داد. این مسجد در اینجا بوده است. خیر میلش جماعت مرا انتظار است. بله محترم جماعت، بعضا درباره شخصی دوست داشتمون، شخصی که در جستجویش هستیم، دروغ هم باشد یکم خبرش شنویم چی کارهای نمیکنیم. عیناً مانند حکایه‌ای که از این دفتر به شما میخوانم، گوش کنید. با مولانا درباره شمس تبریزی یک خبر دروغ آوردن. با آن شخص دروغگو مولانا طلا داد، در حالی که این آدم دروغ گفت. من این طلاها رو با او دادم. اگر او راست میگفت آنگاه من جانم رو میدادم. بله جماعت مسلمین، بعضا انسان برای به دوست داشتنش رسیدن چی کارهای را انجام نمیدهد. در این راه وقتی او را یافتن او را آغوش گرفته تو رو یافتم گفتن نمیتواند. از همین سبب این دنیا دنیای امتحان است. جماعت گرامی این رو فراموش نکنید. دیگر نیام میکشم، میفهمی؟ من گفتم باز میگم که تو همسری من هستی. تا آخری عمر همسری من هستی. یک طلاق دیگر مونده است. طلاقت نمیکنم. تو نمیفهمی؟ بسم الله الرحمن با خدا او رو کشتی. احمد جان خوب هستی؟ احمد جان زودتر رفته تاکسی رو بیار. من دانشم تو تاکسی بیابو. زود گفتم خیلی زود تاکسی رو بیار. تاکسی بیا یاردم که من داریمش. زود با ببر خونه بریمش. بیا من پاردوریتا بچه نمیرسن. سلامت باشید. ماشاءالله معلوم است که همه شب را خوب گذرانده است. چی کار میکنیم؟ همین خیلی خاموش میستیم. امک جان از اونجا نمک رو دهید لطفاً. البته دکترم. مرحمت گیریم. تشکر امک جان. در نبودن من یکم گپ شد. میلیس جان قلمفو رو با من میدی؟ چیزی با تشکری زیاد. من امروز بسیار در هیجان هستم. یعنی امروز برایم روز اولی حیاتی نمام. از همین سبب سمی کاری نوت مبارک باشد پسرم. تشکری زیاد باشم عمل جان. تشکری زیاد. برای کو
دارا. سلام. او عزیزم خوش اومدی. خوش باشی. چرا آمدنت رو خبر نداری؟ سرپرایز کرده نمیتوانم عزیزم. کرده میتوانی عزیزم. کاری خوب شده است. وقتی آمدم به مرکز تشخیصی در اومدم، نتیجه ها بر اومدند. یعنی اش دکتران برای صاحب کودک شدنمون یگان مانع نبودنش را گفتند. جانکم عزیزم. کمی دهانت رو کشو. انا همین خیل. سلام خانم دکتر. مرحمت دومولو. من برای تشخیص اومدم. دومولو اما من دکتری کودکان هستم. درست، شما دکتری کودکانه بودید. هر انسان از دوران خردیش یک اون بیماری دارد. ندانم بیماری گل و غیره ها میگویند که از قدیم بودند. دومولو چگونه بیمار هستید؟ هیچ چیزی نیست خانم، هیچ چیزی نیست دکتر. شما کارتون را دوام دهید. ماشاءالله افتخارنامه ها را بین. خواهر عزیزم مگر تو اینقدر باسواد بودی دختر؟ جون من. برای کار. روز بخیر. روز بخیر دومولو. روز بخیر مبارک. احوالتان خوب است؟ شما چی؟ من هم خوبم. با خدا خانم بیتل رو بسیار خوب با بوی رساندید. با آدمان یاری میرساند. بسیار خرسند است. قلبی بسیار پاک دارد. دخترم خودش رو انکشاف داد دومولوزیو. من اونقدر یاری هم نکردم. نه این خیلی نگوید. معلوم است که در خیرخواهی به شما رفته است. تشکری زیاد. خدا راضی باشد دومولو. از شما هم. روزتان بخیر. روز شما هم بخیر بود. خواهر مرا یتیم و بی پرستار نگذاشته با وای رساندید کن. من هم شما را تنها نمیگذارم. اکنون آیله من شمایید. تا بازدید خواهرکم. بیا سمی. زورو جون کمی ناراحت میکنم اما امک اکرم زنگ زده گفت که با تو به خرید کنی رویم. معلوم امر از بالا. مایلش پس بعد از نصف روزی به جایی که خواهی میرویم؟ مایلش من میبرایم در اونجا وام میخوریم. زورو جون از کجا برآمدین خرید کنیم؟ نمیدونم بابایم خواست است. ها؟ خوبش من به دومولو زنگ زده میگویم بعد از آمدن سمی او تماما دیگر شده است. باز حالا گپ میزند، جماعت میبیند، اعتبارم پس میشود. آفرین زورو جون. بعد از اویلاداریتون او رو همین خیلی پرسپوس کن. زود زنگ زن. زنگ نزنم. زنگ زنم. زورو جون زنگ میزنی؟ همین حالا زنگ زدن نمیخواهم. وقتی نماز است. ها؟ یکی اگر نمازشو برم. وقتی نماز است مگر؟ خیر زنگ زده از اون میپرسم تو هم همراه ما میروی بخری؟ ای بیایم عجبو. بیا عزیزم آرام میشویم. مایلش میرویم. احتیاط باش. برادر وضعیت امام وقت جونه ایمو بوشا تور. تو چه خیلی گپ میزنی شوکت؟ هیچ چیز نمیفهمم. چی شد آخر؟ چه خیلی نمیفهمی؟ مرا به بیمارخانه روان کردی گفتی روای روبین کو. با امام یگان چیز رخ داده است؟ نه هیچ چیز نشده است. یعنی حاضر هیچ چیز نشده است. جماعت گفته از بیمارخانه گریخته است. یا توبه من نمیفهمم. یک امام دولت رو به چنین حال گرفتار کردیم. گناهش در گردن ته برادر. من متاسکلا مویکا برام.
Asalak dam açtım. Hozir burum zangid mizan. استاد وقتی نماز خواندن تلفنت زنگ زنن جواب دهی نمازت بریده میشود مگر؟ البته بریده می شود. آن نماز نمی شود اجری. ای جماعت، در وقت نماز تلفن هایتون رو خاموش کنید آخر. نماز میخوانیم یا موسیقی گوش میکنیم. ای بس آخرین خیلی نکنید. خیر. لبای خانم زهرا. دامولازیو انشالله که نمازتان را نبریدم، گرچندی که وقتی نماز را دیده زنگ زده ایستادم. نه نبریدید. رحمت بسیار حرمت میکنید. ما بعد از نصف روزی با دوستانم به بازار میرویم. این را باید گفتم. سمی با شما میرود؟ بله. من هم میآیم. در کجایید؟ ها مالش. سمی سمی. برای زهرا رو تنها نگذاشتن تشکری زیاد. تو نمی اومدی من با این قدر دختران چیکار میکردم؟ تو چیکار کردنت رو خوب میدانی. خودت رو در اینجا نشان نده احمد. زهرا بین این رو بسنج با تو میزبد. در اصل این کرته با تو میزبد سمی احمق. بله زهرا، از بینمون به تو بسیارتر میزبد. این کرته زیباتر است. آن بسیار کشود نیست مگر؟ به فکرم بسیار کشود است زهرا جان. امی خیلی نه نمیشود، به من نمیزبد. با فکرم با تو میزبد. تو چی میگویی دامولوزیا؟ با زهرا نمیزبد. با خدا کرته رو زهرا میپوشد. از همین سبب انتخاب او مهم است. گپ ما بیفایده است. امی خیلی سمی جان. زیا جان این چه خیلی است؟ با فکرم به تو میزبد. با فکر من دامولوزیا آن رو نمیپوشد و خیر میلش. نه من بیشتر کرته انتخاب میکنم از همین سبب. این در باشد انا اینش رو انتخاب میکنیم. سمی جان این کرته ها از مد رفتند. از راستی؟ بله. کرته هایی که در پایانشان خط دارن آنها حاضر در مد هستند. دامولوزیا مکان مود اینجاست. این مودها رو امسال خریداری میکنند. نه جناب، این کرته های سال گذشته هستند. کرته های نو مال انا در آن طرف هستند. مرحمت میتوانید بینید. نمیخوام. یک میسنجیدی. دامولا هم مودنی بود است که سامی هم خوب شرمنده شده. من اکنون به دامولوزیا شک شبهه ندارم. دامولوزیا لبای به من در انتخاب لباس کمک میکنید؟ خانم اینقدر واهمه نکنید. من تنها مانند دیگران مودها رو پای میبرم. تمام. اینش میزیبد. کنی بینیم چی؟ حاضر چی کار میکنیم؟ اول به کارخونه رفتن، بعد از اونجا به خونه میرویم. شب پا و یازم به خوراکشون خوری میآید. در اصل باید در کارخونه یک چند کارم رو حل کنم. بگو حال میکنی سمی؟ نمیشود این خیل، بعد مشکل میشود. این خیل میکنیم. میلیس
من تو رو به خونه برده بعد به کارخانه رفته کارهایم رو حل میکنم شب به خونه میآیم دخترها اینطور باشد من هم با شما به کارخانه روم هم یک قهوه می نوشم بعد با محله می روم مرحمت زهرا این دامولو در حقیقت به سمی رشک دارد دی یک لحظه شما رو تنها نمیگذارد نه عزیزم برای مردم محله غیبت نکنند گفته چنین میکند عزیزم بسیار روزی خوب بود برای همش تشکر باز هم یک جایم می آیم ها بله دامولو با او بسیار مخول شد یک گپ میگویم در حقیقت دامولو زیو را از دست نده بسیار شخصی زیبا است او جنتلمنی حقیقی هوشیار شو از دست نگیرد خیر باش عزیزم تو باشید خوب بونید تو پستید اینها هم مانند سمی از یک ساعت بزار شدن بزار دامولو شب به خوراک شام خوری می آید اپم و یزنه می آید یک بار شناس می شوید مایلش من کوشش میکنم اما چی نکنید خانم زهرا من باید زود روم در محله مرا انتظارم مایلش تو بازدید مرحمت شما رو مایلش دامولو زیادلو یا خدای توبه این داملوزیان نیست مگر؟ ها او است این داملوزیان مگر با این سمی احمق چی کار داشته باشه؟ او را به نزد من بیارید مایل شکر سمی اینجا بیا اینجا بیا تشکر یا بسم الله السلام علیکم اکا جان تو با داملوزیا چی کار داری ها؟ باز از خفا یگان حیله دیگر رستی ها؟ نه اکا جان استغفرالله داملوزیا دوستی بسیار نزدیک من است تو کی هستی که داملوزیا با تو دوستی میکرده است؟ داملوزیا بسیار قلبی پاک دارد کدام وقتی که مشکلی هم پیدا شود او دوستیش را از من کنده نمیکند آن گپ در کجا بوده است؟ مسئله پول رو چیکار کردی؟ در بین یک چند روز حل میکنم آفرین آفرین گوش کن مانند داملوزیا بسیار دوستی عزیز داشته ای توبه کن فند و فریب رو از برای پول شده یک طرف گذار کمی آدم شو میفهمی؟ آدم برکم شو خانم زهرا داملوزیا برای ما بسیار یک شخص محترم و عزیز است هر خطاگیی که با او کردیم و میکنیم خدا ما را میزند خانم زهرا تو چی سفسته میگویی ها؟ من گپایم را گفتم که سفسته میگوید معلوم این را فهمید بسیار خوب میشود اکنون و هم باز گفتم مانم که تکلیفم را قبول کرده میتوانید ای مردکی خوب به تو من چند بار نگویم ها؟ ها؟ خانم سیلین در این باره چی فکر دارد؟ او هم نمیگوید خانم سیلی این چقدر تصادفی زیبا احوالتان چی خیر؟ تشکر زیاد مرحمت گوش که اورس اگر اکای کنعان با این دختر دل بندد احوال ما بسیار بد می شود گفتمانم بچه چینگیز کم کم با صبرمون جواب میداد تو چی دم تا گرفته ای؟ خانم زهرا تکلیفم را حالا هم قبول کرده میتوانید فکر کنید رفتیم اکنون این دیوانه حالا هم میگوید که تکلیفم را قبول کن چی شده است دسته؟
زورو جان اکنون بابا جهمان شناس شویم آخر در کجاست؟ میآید یزنه، او هم امشب میآید. بیاید ما را سخت انتظار کرد. ها گفتگی بر این سمی تبریک میگویم در کارخانه زهرا به کار شروع کرده ای. ها همین خیل بسیار مجبور کردند. من انیق برگشتنی بودم اما که اکرم و زهرا به این کار سبب شدند. اولی جناب کو؟ این چه خیل گپی سرم؟ به زهرا هم یک شخص با اعتماد لازم بود، همینطور نه؟ رحمت. سردارم زهری تنه چه بخوردگی لوین سردارم شوخیت کردم. آش شود آش شود. تو در اینجا چی میکنی؟ مهمان آمده است، پس نزنید. به این یگان جای دید شیند. بیا دوستان بیا خوش آمدید. تشکر زیاد. خوش آمدی. ایمی زنک هم خمی ترسم که اشتیای تو خانم سیلنچ خیل هستی؟ نمک؟ یگان کس است که کمک خواست؟ قلنفور؟ با فکرم ابخوتت گرمه پوفوش کنم بیعقل ولی بیعقل نشونه میتوانی بیست. اونم چند وقت شد پرسیدنی بودم. شخصی که زهرا را از دست مافیا نجات داده بود وای سیاه بود کو چی بود؟ زاغ سیاه. زاغ سیاه. تمام به سرم نامد. چی شد او را دستگیر کردید؟ حالا نه جناب، اما در وقت کوتاه‌ترین دستگیر می‌کنم. اگر آن شخص را یابی به اینجا او را بیار، من به او باید رحمت گویم. نبیارم را نجات داد آخر به او رحمت گفتنی هستم. خیر نباشد، خوراک ما را خوردیم، مزه دهانمان گشاده شد، پس قهری ها را آشتی می دارانیم. کنی قهری ها به اینجا بیایند، آنها خودشان می دانند. مرا انتظار نکنید، زود بیایید. شما هم نبیرم هم دخترانم می باشید. من 3 دختر دارم، هر سیاتون را دوست می دارم. من می خواهم شما یکدیگر را دوست دارید و احترام کنید. در یک خانه قهری بودن ناممکن است. حالا باشد یکدیگر را آغوش گرفته آشتی شوید. اما اگر شما آشتی نشوید در دهانتان فراوجا و میرزم. فهمون؟
دیگر در این خانه جنگ و قهرگی بودن نمیخواهم. تمام؟ تشکر زیاد. با خدا علمم کرده؟ مایلش نبود. خانم سلین شب نشینی با شما تنگی نکرد؟ حیات چقدر شیرین است. همین خیلی است؟ نه نیست. میگم همین شما در بین مردم زیاد خودتون تنها حس میکنید. چه خیلی است که می تنهایی رو از من ببرید؟ یعنی تو قرار داده ای شب تموم نشده همه گپ رو هم میگویی ها؟ نفهمیدم. بازم این رسم. این روزای گذشته این رسم از کجا با کجا آمد؟ او یک سرود است که رفتم دوره دیم و باز آینده و روان په عینا نمی خیر است. ذوق سیاه رسم رو با اینجا آورد. همه شما فکر میکنید که این رسم اکاونال پیدا کرد، نه که خطا میکنید. این رسم ذوق سیاه با اینجا آورد. تو چی میگویی ها؟ چی جناب؟ شما گپای ما را گوش میکردید؟ این رسم را کی یافت گفتی تو؟ رسم تمام. من یک آدم کسلی بیسوادم. ای دهنم هر خیل گپ میبرایم. کم کم پریپات کردارم. کاری که نشده از پیش خودم دروغ گفتن میگیرم. این حاضر دروغ گفتم بخدا. سردارم خسته طبقو بدبد دیگو نکنن. سردارم خاموش لبند خاموش. اونال این پسر چی میگوید؟ جناب از سبب کی بسرین ضربه زدن چی گفتنش رو نمیدونن. در اصل ما چی کردیم؟ این رو چی؟ اونال گپ را تاب نده. بله جناب بله. رحمت کلام. امروز 3 چوینک چای نوشید. بگذار نوشد. چی ضرر دارد؟ به فکر من زهرا داملوزیو رو دوست نمیدارد. این از کجا برآمد؟ با آدمی که دوستش نمیداری چرا ولادور میشوی؟ دخترم در این شبی تو چی میگویی؟ خدایا توبه. خانم سوال آنها مثل لیلی و مجنون هستند. تنها من نمیگویم. تمام محله میگوید که به اون آدم نقابدار علاقه دوستی داشته است. غیبت حرام است. من فکر نمی کنم که زهرا به دامولوزیا خیانت کند. او هم مانند شما زنی به ناموس است. از تو پرسیدیم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ از اینجا رفت که پلیس رو جیغ میزنم. زود رو. نمیروم. خانم سیوال رو گفت. نشنیدی؟ نشنیدم. التماس شما کوردور نشوید. این دفعه عذر میپرسم خانم. از دوری نمیشنیده است. من از نزدیکی میپرسم. کو بیا چی گفتنی؟ بیا. شنیدی؟ دوشکه میمون. باز جنگ؟ حاضر پلیس رو جیغ میزنم. اونال تو چقدر توانستی این را از ما پنهان کنی؟ ما گفتیم که دامادمان یادگاری آیلمان را یافته آورد و به آغوشش گرفتیم. تو ما را احمق کردی ها؟ حیف باد بر تو. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی
من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. جناب، در بین یک نافهمی بزرگ است. ما همش را فهمیدیم. متاسفانه کاش که هیچ چیز رو نمیفهمیدیم. زاغسیا مدام که رسم را آورد، از او بسیار آدم خوب است و هم زهرا را نجات داد. اکنون او نجات دهنده عائله ما می باشد. اونم او را دستگیر نمی کنی. مرا شنیدی؟ بله جناب. خوب، یا اینکه اگر دستگیر کنی هم او را به نزد من میاری. قهرمانی من آخیر سپر قهرمانم. دیدی سلیم رسم رو هم او یافته است. با خدا زورا جان بسیار حیران شدم. های سلیم دلم تک تک زده است. اینجا مکانی پدرت نیست که هر دفعه اومده مهمان ها رو ناراحت کنی. اپای مبرو یک طرف به کودک نفهمیده است. اینجا گیو این کارو نکنی. پسرم عقلم تو نکن. پس اول دست نرسان. زود رو از اینجا برای خودت. گوش کن، تو رو آخران دفعه آگاه میکنم. و این مکان کای وقتی که خواستی اومده نمیتوانی. فهمیدی؟ تو از اینجا برکت رو پراندی. در برکت رو تو کردگی و فهمیدی؟ چی گپ است اینجا؟ از برای تو شده مهمون ها دیگر به اینجا نمی آیند. تو دیگر به اینجا علاقه نداری. بین تو سوال دیگر چیزی نیست. تو میفهمی این رو؟ تو خودت کی هستی ها؟ موشی بیرون هستی اومده موشی دنو را پیش کردنی ها؟ فراموش نکن خانه تو در صغیر خانه است. فهمیدی؟ شخصی که با خواهر من این گپا رو میگوید از به دنیا آمدنش رو پشیمان میکنم. زود رو زود از اینجا رو نباشد تمام این محله رو جمع میکنم. تو رو خلاص کردن مشکل میشود. فهمیدی؟ بس از تکنون این رو هم علکه نمیبخشی ها؟ بابا من هم نبین رو فهمیدم چیکار کنم. در تعجبم. من چند بار گفتم که از این آدم جدا شو. بین به سرمان چه آمد. بابا یک جان یک دقیقه مرا گوش کنید. یک جان با خدا شما خطا فهمیدین. بس وضعیت ما شما میفهمونم. دمت را گیر احمق. زود به بیرون برو. هیچ حیران نشدم. پس خاموش نیست. احمق تو از من چی میخوایی؟ چی میخوایی احمق؟ چی میخوایی؟ صبرم نفسم گرفت با خدا. نفس نگیر احمق. نفس نگیر. احمق نفس یکی میگیری. عیف است عیف. ای احمق مگر تو به حیات من یک قصد دارید؟ قصد دارید؟ سردارم من تنها به شما مهربانی میکنم. تو مرا محو کردی. مرا محو کردی. ممکن است روی تو زنم از من جدا شود. آن روزی که تو را شناختم لعنت باد. من سردارم اینطور باشد من از اینجا میرم. شما رو دیگر ناراحت نمیکنم. استعفا میدم. من با کار اول هم برمیگردم. خسته شدم. احمق با من نگر. اگر یک بار دیگر بینم که با خانم به تو ناحرمتی میکنی با خدا از به دنیا آمدن پشیمان میکنم. فهمیدی احمق؟ تو چه خیلی دامولا هستی ها؟ دامولایی که زبان تو باری رو میفهمد. تمام فهمیدم. با اینجا دیگر نمیگویم.
تموم از اینجا نابود شو. مایلش گم شو پیتوخ. دامولو لبای خانم سیول، اگر خطا هم فهمید به شما یک چیز رو گفتن میخواهم. مرحمت خانم. درباره دوستتون شفقت. بخیر است؟ یگان کار کرد؟ بله، دایم به مکانی ما اومده بسیار نزدیک میشود. به زبانی خوب میفهمونم اما نمیفهمد. بینید خانم سیول، پیشتر هم به شما گفته بودم شوکت بسیار پسر خوب، قلبش پاک است. اما شما اگر ناراحت شده باشه من با او گپ میزنم. تشکر زیاد. اوه شوکت، تو مرا نزد مردم شرمنده میکنی. شبتون خوش. برای همه این نافهمی ها بسیار عذر میپرسم. گپ های فچ و بیمعنی به ما در کار نیست جناب کمیسر اونال. ما فهمیدگی ما رو فهمیدیم. خیر میلش. شبهای خوش بابا جان، غمگین نشوید. دخترم تو غمگین نشو، من هم غمگین نمیشوم. نمیارزد باز بسر این دختر چا میاری اونن ها؟ این گوشا باز چا میشنوند ها؟ هیچگاه من قصدن اویلم رو غمگین نکردم. باز چی خیل غمگین میکنی ها؟ چی قدری که توانستی غمگین کردی باز چی قدر دیگر غمگین میکنی؟ شب خوش عزیزم. شبهای خوش. حال تو دهانم از غم خشک شده. این آدم من را میکشد. این آدم قاتل من میشود. بابا جان لطفا خودتون رو غمگین نکنید. آدم به ما دروغ گفته است. ما باشیم او را یک قهرمان دانستیم. خیر مالش حقیقتی کار را فهمیدیم اکنون چی کار کنیم بابا جان؟ کار شده است الکی. لطفا کمی آروم شوید. شیم برادر چوی دیونه اشته نکی. شوکت زود خیز میروی. برادرم من میگم چوی گیزده شده بیا بنوشیم، تو میگی خیز رفتیم از اینجا. شوکت با تو گفتم خیز رفتیم. خیز زود باش. اپا ای 20 درم اگرین 80 درم سر میارم. کلاس باشی در دو زده؟ با تو میگم شوکت دیگر با مغازه شیرینی ها نمیروی. فهمیدی؟ از پشت تو نمیقی احمق با اونجا چسبیده از برادر. فهمیدی؟ چیت میفوره تو دا فرقش چیه؟ میگویم که خواهرم در آنجاست. تمام. نمیخواهم که نمیک با خواهرم یگان ضرر رسانه. ای آخر علاوه بر این از پشت تو آن احمق هر روز مشکلی میکنه. نمیفهمی؟ آخر برادر چرا از سیوال دست نمیکشه؟ دختر تو رو نمیخواهد. نمیفهمی؟ یعنی آن دختر از بالای تو با من شکایت کرد. سیوال شکایت کرد؟ ها سیوال تو رو نمیخواهد. نفهمیدی آخر؟ او کی رو دوست میداره؟ شوکت کسی رو دوست دارد. با ما چی؟ من میدونم او کی رو دوست میدارد. از روز اول سیوال به تو چخیل نگاه کرد میدونم. به خدا که کاری تو هم بسیار مشکل است. از یک طرف زورو از یک طرف سیوال عاشقه. ای شوکت تو چی گفتمت رو میدونی؟ من زهرا رو دوست میدارم. مگر خبر نداری که سیوال خاله بیتول است؟ تو چخیل گپ زده شده یا؟ این کارت عیب است. آخر حیف بود. مایلش برادر من یک بچه بیناموس. حیف بود بر من حیف بود. وقتی که تو دوست داشتی بیناموس نه. وقتی که من دوست داشتم بیناموس ها؟ مایلش برادر خدا نگهبانت باشد. من از اینجا میروم. باز تو رو شرمنده نکنم. ای احمق سفسطه نگو. یبره گوشه. استاد یک سوال. هجری سوال نپرس. سرپایم ویران غضبم رو از تو میبرارم مدیر. یا خدای توبه. بخشش استاد. آه هجری آه چرا تو سرت رو پیش هر کس خم میکنی؟ گمش که دیگه نپرسه ولی میادم. حالا گپ میزنی ها؟ دامولوزیو لابا خانم بیتول چیگه؟ شما چی خیل دامولوید من نمیفهمم. کمی پیش به نمی گپ های ناجا گفتید. حقارت کردید. او را در بین محل علت کوب کردید. حالا باشد که هجری از همه آدمی که قلبش پاک است رنجانده روان کردید.
شخصی که یک سوال دارم میگوید شما چه خیل رفتار میکنید؟ این چه خیل اخلاق است؟ گوش کنید. پیامبرمون میفرماید که با دشمنت هم معامله خوب داشته باشی. شما باشه چیکار کرده ایستاده؟ مگر این برای شما میزیبد؟ مرا فهمیده؟ چی گفته؟ من با کی گپ زده ایستادم؟ شما مرا شنیده؟ چیزی گفته باشه درست میگوید. حق است خانم بتول، درست است. راستش را گویم من در حیاتم مثل شما داملو ندیدم و نشنیدم. به خدا من هم در حیاتم خیلی داملو را ندیدم نشنیدم. گپ زنیش را بینیده؟ من تا حال چنین داملو را ندیدم و نشنیدم. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler kalırını açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? وای وای هجری چه استعداد زیبا داشته ای پسرم. بسیار خوب خوندی این نعت رو. استاد من با شما قهریم، مرا خفه کردید. استغفرالله، تو خفه نشو، ناراحت کردم. استاد استاد من شما رو بسیار ناراحت کردم، حقتان را حلال کنید. هیچ گپ نیست هجری جان، چرا ناراحت شوم؟ وظیفه تو سوال پرسیدن، کار من باشد با سوال ها جواب دادن. همه ما وظیفه داریم اخی. کنی پرس چی پرسیدنی بودی؟ نه استاد من هیچ چیز پرسیدنی نبودم. نه استاد. زیبای کنی پرس سوالت رو؟ نه استاد نه نمیپرسم. پرس بخدا نمیپرسم استاد. مایلش نپرس، رفتیم. استاد مایلش خیر یک سوال میپرسم استاد. استاد همین با زبان روسی گپ زدن مگر گناه است یا اینکه نه؟ کنش نه گناه. زاغ سیاه این زاغ سیاهش کیست؟ من مراق کردم. نه آخر دویم نامش رو میشنویم. کی میشد؟ عاشق زهرا. هم زهرا رو از دستی مافیا نجات داد و هم رسمی از مادرش مانده رو یافته آورد. شخصی که عاشق نیست مگر این رو کرده میتواند؟ بس است. تو چی گفتنت را خوب بدان. تو چی گفتنت را میدانی ها؟ فرخ بگو دم شگیرد. تولی این رو تسیاه کنم بس که واهیمه کنی را. مگر من واهیمه میکنم ها؟ واهیمه نیست. من یگون چیز نمیگویم. تمامی محله این گپ رو گپ میزند. هیچ کس حالا گپ نزده است. نه خیر چرا من میشنوم؟ مادامی که میشنوید چرا این رو این کار نمیکنید ها؟ من بازی آیله دار میشوم و شما این رو میدونید و دیده دانسته خیلی میگویید. تا شمال نشود برگ درخت نمی جنبد. من زیا رو دوست میدارم.
کسانی که این را برداشت کردن نمیتوانند تهمت نکنند. بس است، بس گفتم. در این خانه غوغا و جنجال تماما نمیخواهم. مرا فهمیدید؟ زهرا، هفته دیگر تو باز زیاد توی میکنی. مرا فهمیدی؟ این خیل دوام کند دهان این خیل تهمتشا خاموش نمیستد. مالش بابا جان. با مالش گفتن نمیشد. زیرا فریاد کن با او گپ دارم. یک لحظه، تو چقدر امشب مرا شرمنده کردی اونال. در نزد همه شرمنده شدم. آخر عزیزم. خب اونال گپ نزن. حقیقت رو با من میگفتی چی میشد؟ از این بدتر میشد مگر؟ عزیزم گوش کن. در حقیقت چه خیلی که تو فکر میکنی این خیل نیست. در اونجا نگذاشت که فهمونم عاقبت این خیل شد. این زاغ سیاه کیست؟ این زاغ سیاه کیست؟ این زاغ سیاه کلتاکلاس. چی؟ کلتاکلاس؟ باز کلتاکلاس؟ حالا هم همین کلتاکلاس ها؟ نمورده است. وای نمورده است. من چی کار کنم؟ گناه من چی؟ اونال به خونه نمیده روی. رو در کارخانت خواب رو دفت شم. بله. اکرم خیر است شوکت. برادر من در حیات تو شخصی زیادتی هم. دویم رو میگویی که انا اکنون میرم تمام از خفای زندگی هم میشوم. تو هم از خفای زندگی شو. شوکت اکرم راست شو سر ویران کردی نکی. هی این خیلی سفسطه نگوی اینجا شین. گوش کن برادرم با هیچ کجا نمیره مالش چون که تو برادری من هستی فهمیدی؟ با من نگاه کن با من نمیگذارم تو رو با هیچ کجا نمیره مالش. برادر گپ‌هایی که تو گفتی عزیزونی آدم میزند اوسو میبروید. من هم اونقدر بیناموس نیستم. خیر مالش عذر میپرسم اما ما یک دیگرمان رو این خیل گپ‌های وزنین هم گوییم. در حیات ما این خیل برآمده رفتن نیست. اگر تو رو رنجانده باشم در حقیقت خفه نشو. بسیار روزهای وزنین رو پس سر کرده ایستاده ما خیر. اگر تو هم رو پرتوفته رفتنی باشه بیرو با هیچ کجا نمیروی فهمیدی؟ خفه نشو. تو هم رو ببخش برادر. مایلش برادر. اینش چیه؟ کنی زود این رو جمع کن چشمم نبیند عصبم بیرون می شود. حالا که کمیسر اونال نیست رفته احمق اکرم رو دیده بیایم تو باشی یک چوی گذار اومده می نوشه میلش. دومولو من هم نو شما رو جیغ زدنی بودم. آقای اکرم شما رو انتظار است. بخیر است؟ آخی رسم مادری زهرا رو کمیسر اونال یافته است. گفته بسیار خرسند شده بودیم کو. خیر؟ اون رو کمیسر اونال نیافته است. زاغ سیاه یافته است. یا بلو بسرمون آمد. عجبا بسرمون چی می آمده باشد؟ این آقای اکرم باز حالا نگوید که تو در کار نیستی زهرا رو با زاغ سیاه آیله دار میکن. مرحمت. شام بخیر. شب بخیر. اینجا گذر دامولا. با تو یک خبر خوش دارم. بله جنابی خبر خوش چی بوده است؟ آخر این هفته توی میکنیم. دیدم شما سراسی من نیستید. زود قرار توی کردن را گرفتیم. چند هفته شد میگویم که تاریخ توی را گویید. از شما یگان صدایی نیست. این هفته توی داریم. یگان ناراضگی نمیخواهم. تیاری ها را زود سر کنید. بله جناب. چه که میخواهید؟ بله توی میکنیم. یک توی با دبدبه میکنیم. خونو کورده بیمار شوم و از فاتحه کرده نجات یابم گویی اگر بیمار شدن بسیار فکری خوب نیست. دیر بیازد همه دختر شوهر میکند. با فکرم دلکت آنقدر نمیکشد. نه
الکی وقتش آمده است. پس چرا غمگینی؟ یعنی با دومولو زیاد فوتی هم میشه با شخصی که دوستش میداری یکون مشکلی داری؟ یکون مشکلی ندارم سمی جان. غیر از این غمگین هم نیستم. تنها از حادثه در بگاه رخ دادن ناراحت شدم همین قدر. اگر این دختر دومولو زیاد را دوست ندارد پس چرا قراری اویل دور شوی را گرفت؟ چه مقصد دارد من نفهمیدم. سلام. بیا زیاد. سلام. هوا خنک است. در این هوا بیرون نمیبرند زهرا. در کجایید شما؟ چند وقت شما رو میکوبم. حاضر دویم بر ببرید. چشم نرسد. چی زیبا مانند روزهای پیشین. من به بیرون برآمده بودم. سمی هم به بیرون برآمده است. در یک جا هستیم کو ملیس جان. از همین سبب در باغچه روبرو شدیم. عجیب است نه؟ یعنی گذشته رو یاد نمی کنیم. چرا ناتوب شدی زهرا جان؟ نه آخر چرا برای این را شهر دادن خود را مجبور حس میکنی؟ زهرا تو را بازاق سیاه فریب دارد دومولو زیاد. حالا تو خوب رو باز چی فکر داشته باشد این روباه بشره؟ سمی جان بیا به خانه درویم. اینجا بسیار خنک شد. هم عروس و شهی آینده میخواهند تنها مانند. چرا نه؟ شبهای خوش. با فکر من در خونه که بسیار نیستیم. شب خوش. شب خوش. زیباترین ناحیه تاجیکستان. ابا چه ناحیه دروازه اوخی؟ ایرو تون سیاقتی همیز کنواردی ساختگیتون اکو. این سمی از کو؟ همه خیلی بدش میبینم که خودم رو برای سر و بینیش رو شکستم به زور میدارم. برادر همی گپ همه گویی هیچ کارش نمیکنی. برا بی اخی بیرو است تو بیرو گپایش آدم رو سراخ کرده میگذارم. بگذاری خیل باشد یا خدایا تو واهمه نکو برادر. آخر در نتیجه تو با زهرا توی میکنی. بگذار کرنه انگیره چی کاری میکنن؟ یا خدای توبه خیر با زهرا نکاح میکنم چی میشود؟ دختر زاغ سیاه رو دوست میدارد. ابا برادر زاغ سیاه تو هستی آخر بازم میخیل میگویی؟ ها آن زاغ سیاه منم اما دختر این رو نمیداند. این رو بینید این گشته و برگشته باز موضوع رو تاب داده به این مسئله برمیگردد. زاغ سیاه تو هستی؟ ای شوکت دختر من رو دوست نمیدارد. وقتی دست به دست شدمون یگون چیز هیچ نمیکند آخر. ای بیا مانه یک کاری کرده او رو از زاغ سیاه دور کردنم لازم. رفته با دست خودم با او عاشق کردم دختر رو. برادر به تو یک مصلحتی برادرانه میدیم. به نزد دختر رفته میگویی معنی میز دومولو سیاه. I love you زهرا. ای تو هم دمت رو گیر. زبان انگلیسی رو مانند کودکان میدانی باز مرا مسخره کرده ایستاده ای. خوب شد که آمدید. من هم شما را بسیار دیدم میخواستم. رسم مادرم را شما یافته بودید. بسیار منت دارم رحمتی کلان. خانم زهرا من اینجا برای رفتنم را خبر دادن آمدم. نفهمیدم. از اینجا ها میروم. با کجا میروید؟ چرا میروید؟ گوش کنید. با کجا میروید؟ نروید لطفا. تا اونه که شما را در اطرافم میبینم خودم را در بی‌خطری حس میکنم. خانم زهرا با فکر من شما با نزدیکی نگاه میشوید. وضعیت رو وزن‌تر نکنید. یک دقیقه ما این قرار رو 91 ساعت پیش دادیم. شما از کجا میدانید که من توی میشوم؟ احمق نافهم. از کجا دانستن من شرط نیست. در نتیجه شما را فتح کردم. روز توی میشوید. خودتان گفتید. اما وضعیت خیلی که شما میدانید این خیلی نیست. لطفاً خانم زهرا وضعیت رو هم برای خودتون و هم برای من مشکل تر نکنید. من با فتح شده دیگر کس این خیل با خوردنی ها رو زیبانده نمیدانم. مرا از زندگیتون بیرون کنید. دیگر من به اینجا نمی آیم. و دومولو زیاه آیله دار شوید. او بسیار آدم خوب است. او را دوست دارید و دوستداری ارزنده است. ایست نرم زاغ سیاه نرم ایست. نرم خواهش میکنم.
مرا تنها نگذار، همه‌اش را به تو میفهمونم.